بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض و سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم. با کسب اجازه از عالی جنابان محترم نام کسی را نمیگیرم که خدای نکرده از قید قلم نمانند، اما تشکر میکنم از این که امروز روز بزرگی را تجلیل میکنیم و تشکر ویژه از برگزار کنندگان این برنامه که تلاش کردند بحث اینکلوسیونس یا تنوع صداها را در برنامه خود بگنجانند. صدای حکومت را شنیدیم، صدای نهادهای بین المللی و تجارب آنها را هم شنیدیم، صدای حقوق بشر را هم پیرامون صلح شنیدیم، صدای موسیقی و هنر را هم پیرامون صلح شنیدیم و صدای مردم را هم. و خوب است که کمی هم صدای اکادمیک هم از صلح بشنویم. خرسند هستم که به عنوان عضوی از خانواده اکادمیک افغانستان به عنوان نمایندگی از عرصه علمی کشور در خدمت شما هستم و چند کلامی را پیرامون صلح صحبت خواهم کرد. وقتی که از صلح صحبت میکنیم، آنچه که مطالعات صلح گفته میشه و عملیات های صلح یک روندی را طی کرده است که صرفاً دیگه صلح را یک خوانش سیاسی انجام نمیده. همونطور که ما هم اینجا فقط از بعد سیاسی به مسئله ندیدیم، اما درک این منطق بسیار ضروری است برای ما و شما که چگونه به این جا رسیدیم. صلحی که در بعد از جنگ جهانی دوم تنها و صرفاً خوانش سیاسی میشد، اما امروز ضرورت داره که خوانش اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی هم شود. پس این ضرورت تکامل عملیات های صلح و مطالعات صلح را ما لازم داریم که بشنویم و ببینیم که در کجا قرار داریم. مورد دوم، ضرورت بررسی جایگاه تعلیم و تربیه و آموزش عالی در صلح است که این را هم باید بشنویم. بنابراین در دو بعد صحبت خواهم کرد. یک بعد تحول مطالعات صلح و عملیات های صلح است که به حمایت سازمان ملل متحد پیش آمده و به امروز رسیده از بدو تأسیسش، و دیگری نقش تعلیم و تربیه، آموزش در پروسه صلح. بعد از اینکه سازمان ملل ایجاد میشه و در حقیقت دو جنگ بزرگ جهانی جهان را متحیر میکنه که انسانها چگونه توان تخریب، توان کشتن یکدیگر را داره که تا به حال باور ای را نداشتن، به یک بار جنگ‌های بسیار گسترده‌ای را پشت سر گذاشتن، ضرورت به ایجاد صلح، ضرورت به عبور از دوران‌های جنگ و آشوب احساس میشه. به این لحاظ عملیات‌های صلح یکی از اولویت‌های سازمان ملل میشه. در نخستین گام از عملیات‌های صلح رویکرد سنتی هست. جنگ میان دولت‌ها، دوران جنگ سرد، رقابت بین دو بلوک باعث میشه که پروسه کاملا سیاسی باشه تا دهه 80. یعنی نسل اول مطالعات صلح و عملیات صلح کاملا سنتی است و رفتار دولت‌ها را مطالعه میکنه. از اواخر دهه 1980 میلادی تا اواسط دهه 1990 میلادی ما نسل دوم صلح را داریم، به خاطری که ماهیت جنگ ها تغییر میکنه. جنگ جدید شکل میگیره. جنگ جدید همون سیویل وارها یا جنگ های داخلی است که متاسفانه افغانستان هم این تجربه را پشت سر گذارد. در جنگ‌های داخلی ضرورت پیدا میشه که سازمان ملل طرح‌های جدیدی را داشته باشه و دومین نسل از مطالعات صلح و عملیات صلح به نام سیویل یا سیویلیان تاسک، تلاش‌های مدنی و اجتماعی روی دست گرفته میشه. مشکل اساسی بود که دیگر چون جنگ‌ها ماهیت جنگ بین دولت را نداشت، میانجیگری سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین المللی هم کارایی نداشت. ضرورت بود تا با مداخله در امور داخلی کشورها ولو طرف‌های درگیر در جنگ را قناعت بدن که دست از جنگ بکشن و سه عنصر را در این نسل ما شاهد هستیم. اولین عنصر بحث پریونتیو دیپلماسی یا دیپلماسی پیشگیرانه بود که طرف‌ها را ممانعت بکنه از اینکه با هم بیشتر وارد جنگ شوند. دوم پیس میکینگ بود یا استقرار صلح بود. تلاش صورت می‌گرفت طرف‌های درگیر در منازعات داخلی را دور هم جمع کنند تا با همدیگه به یک آتش بس برسند. و مورد سوم پیس کیپینگ یا بحث حفظ صلح بود. در این برهه هم تلاش میکردن تا فضای بعد از مناقشه را با استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل حفظ بکنن، کلاه آبی ها که معروف هستند. اما این نسل هم با چالش مواجه شد در اواسط دهه 90 میلادی با توجه به اینکه در بحران‌های نظیر سومالیا، بحران‌های نظیر بوسنی هرزگوین و رواندا
متاسفانه این عملیات سازمان ملل موفقیت آمیز نبود و ضرورت به اصلاحات جدی‌تری آمد. نسل سوم مطالعات صلح و عملیات صلح روی دست گرفته شد که در اینجا بیشتر تأکید میشد به پیس انفورسمنت یا تقویت صلح را تلاش میکردن دولت‌ها را بیش از پیش متعهد بسازند تا بتونن با کمک دولت در نهایت بعد از اینکه مناقشه ها پایان پذیرفته در جنگ‌های داخلی دولت‌ها بتوانند اون نظم را استقرار بکنند. این مورد میگذره تا میرسیم به اوایل قرن جدید و هزاره جدید. در این دوره ضرورت احساس میشه که باز هم در مسئله صلح و کمک جامعه جهانی برای صلح در کشورهایی که دارای منازعه هستند تحولات ایجاد شود. نسل چهارم صلح نسل پیس بیلدینگ هست. ساخت صلح یا صلح سازی. منظور از صلح سازی هست که صلح امکان ندارد مگر اینکه تلاش صورت بگیرد تا در حوزه مردم سالاری، در حوزه عدالت، در حوزه ترویج ارزش‌های انسانی کار صورت بگیره. یعنی کاملا دیگه از او وجهه سیاسی حرکت میکنه به سمت وجهه مردمی، اجتماعی و حالا باید کار روی مردم صورت بگیره. در مرحله چهارم سخن از این است که لحظه‌ای بدون صلح وجود ندارد. یعنی صلح بعد از پایان یک جنگ شکل نمیگیره. در هر لحظه از حیات ما با مسئله صلح مواجه هستیم. و وقتی که این تلاش ها صورت میگیره، برای مثال شما میبینید ناتو به عنوان یک سازمان امنیتی هم حتی برای تعریف خودش بخش بازسازی را هم قرار میده، یا او پیارتی هایی که بنا هستند برای مثال در اولین مأموریت در بیرون از خاک در حوزه آتلانتیک شمالی بیاین و صلح را از مکانیزم های دیگری برای بازسازی هم استفاده بکنند تا بستر صلح ایجاد نشود، صلح پایدار نخواهد شد. اما پنجمین نسل از صلح که آخرین نسل او هم هست به نام هایبرید میشنز یا عملیات های دورگه و دوگانه که در حقیقت اما مسئله فعالیت های سیاسی و اجتماعی است. حتی این در SDG یا در همون اهداف توسعه پایدار هم ما میبینیم. تلاش اساسی در این صورت میگیره، پیشتر اشاره شد، بزرگان اشاره کردن به صلح مثبت، تأکید بر صلح مثبت صورت میگیره. منظور از صلح مثبت چیست؟ در نسل پنجم 24 شاخص را برای صلح در نظر میگیرند که 2 شاخص او مرتبط به آموزش هست و بدون این آموزش امکان صلح پایدار امکان ندارد. میخوایم از این به بعد بخش دوم صحبت خود پیوند بزنم با مبحث قبلی و او هم همین هست که تعلیم و تربیت و آموزش نقش بسیار اساسی را ایجاد میکنه، چه در دوران قبل از صلح، چه در دوران صلح و چه در دوران بعد از صلح. این نکته بسیار حیاتی هست. وقتی که آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، نظام آموزش عالی یک کشور به سمتی میره که زیربناهای درستی را بگذاره و آموزش صحیح بده، انتظار پریپچوال پیس یا صلح پایدار را هم میتونیم داشته باشیم. از نظر جان گالتون که نظریه پرداز و پدر مطالعات صلح هست و همین تفکیک صلح مثبت و منفی را انجام داده، معتقد هست آموزش میتواند در 4 یا 5 حوزه کمک بکنه به جامعه تا جامعه را به سمتی ببره که نهادینه شود مسئله صلح. پس صلح دیگر پروسه صرفا سیاسی نیست. ما و شما هم که امروز اینجا جمع شدیم در 4 دهه 5 دهه قبل هیچ دولتی ضرورت نداشت که مردم را گرد هم جمع بکنه و پیرامون صلح با اونها مشورت بکنه. پروسه سیاسی بود. اما حالا پروسه سیاسی و اجتماعی است. در این بود ما میتونیم اشاره بکنم که یک آموزش مناسب باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ باید همه شمول باشه. باید به بخش هایی که در گذشته توجه نشده آنها را باید شامل بسازن. در کشور ما برای مثال اگر میشنویم که کوچه ها از ظرفیت آموزشی برخوردار نیستند و کمکی برای آنها نمیشه، حتما باید برای اینکه صلح پایدار داشته باشیم آموزش برای آنها در نظر گرفته شود. باید قابل پرداخت و هزینه او هزینه‌ای باشه که همه بتونن پرداخت کنن. چنین صلحی در گام بعدی چه چیزی را ایجاد میکنه؟ یک نوع فهم از هویت ملی. صحبت بسیار خوبی شد، پیشتر شنیدیم که ما درکی از ارزش‌های ملی نداریم. این حوزه را کاملا حوزه تعلیم و تربیت است. باید در این زمینه سرمایه گذاری صورت بگیره تا تمام بخش‌های آموزشی کشور برن به سمتی که همین ارزش‌های ملی را، هویت ملی را با آموزش صحیح ایجاد کنند. مورد دیگر،
آموزش مناسب باعث میشه که در هر حوزه و در هر بخشی ظرفیت‌های ایجاد شود، آگاهی ایجاد شود و امکان بازگشت کسانی که حتی ناراضی هستند و در صفوف دشمن قرار دارند آنها را از آنها بگیره و برایشون ارزش خلق بکنه، آنها را در جای قرار بدن که دیگه برنگردن به صفوف دشمن. و اما مهمترین بخش در بحث آموزش مناسب برای رفتن به سوی صلح بحث فضای آکادمیک و فضای علمی است. باید مکان علمی یا جایگاه علمی فضای صلح‌آمیز باشه. از پوهنتون ما گرفته، از لیسه های ما گرفته، تمام اینها باید ارزش هایی را در آنها نهادینه شود و تقویت شود که بتونن دختر و پسر در آنجا با همدیگه وجود داشته باشن، حضور داشته باشن، یاد بگیرن و فرهنگ سازی در آنجا صورت بگیره. چنین فضایی هست که میتونه انتظاری را داشته باشیم که همون صلح پایداری که منتظر او هستیم کم کم از درون جامعه هم ایجاد شود. بسیار منفی صحبت کردیم تا یک حدودی در صحبت‌های پیشین هم به جهت ماهیت وضعیت کشورمان، اما من می‌خوایم به عنوان کسی که در فضای آکادمیک کشور هستیم، معاون علمی پوهنتون کاتب هستم و در 10 سال اخیری که در این دانشگاه بودیم ما حتی یک بار هم منازعه‌ای را ندیدیم که خدای نکرده سمتی باشه، لسانی باشه و این از افتخارات ما هست در پوهنتون کاتب که این ظرفیت را داشته. و از این طرف هم همین رو میخوایم اشاره بکنم که لازم هست صلح را، همون شعاری را که محصلین در اون بیرون نوشته کردن و خواهید دید، صلح به عنوان یک نیاز نه به عنوان یک آرزو، به او به عنوان یک حوزه تحقیقاتی، حوزه علمی هم دیده شود تا بسترهای مناسبی برای این وضعیت با وجود بیاید. عرض کردم که حوزه آکادمیک عرصه ناامیدی نیست، عرصه گلایه نیست. ما امیدوار هستیم که آرزومند ای هم هستیم و میدانیم ظرفیت‌های موجود را در کشور که میتونیم بسترسازی باشیم که ظرفیت‌های زیادی در جامعه شکل بگیره و جامعه آکادمیک ما نسبت به صلح آگاهی داشته باشه و در اون مسیر قدم برداره. سپاسگزارم، امیدوار هستم که شما را خسته نکرده باشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.